مهراب بله. مهراب امروز از صبح تا حالا دارم سگ خونی میکنم. چی میکنی؟ سگ خونی. درس میخونی؟ امروز معلمه امتحان داده بود، داشتم امتحان میدادم. بعد شبیه امتحان داد. امتحانه که دادیم اومدیم پاپس. معلم شما رو گیر داده بود. امی وسط کنم برم وسط شدن 3 تا. میره تو به اون بامون چند نفر کنی دیگه. وسط 2 نفر نیست. اول چپ 2 3 تا چپن. ای میدونستم من نید میشم. چه اینجوری میشه بی؟ تکلاسه بی منم الان دارم همین الان تازه برطرف شد. تکلاسه نید وای من ای داره میره. زیر پا من انداخت قشنگ. محمد نوب سگ بیا دیگه. ای چیتره ای چیتره اوه 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 زیده چیتره به فلاش باید کنم. بریل با اسکوشیش برداشتی میگم 3 تا بده صد. ترم رفت دادم. بره که طبیعی. بعد آرکید اینجوری ای بابا این هم زدم. نیت شد جلو مهراب بپا. مهراب چپ یکیه داریم یه تو سمت خواهد سمت بیس. دو نفر جلو نبید مشه جعب روز زیبینی. میدون دمیج بود. یکی وسط وای بگو مرداد وای. گفتم بهت گفتم جلوته. اوه اینا چه بحث میزنم. نیت شد جلو. نگاه کن توی اسکوچی چند نقطه داره منو میزن. راست یکی هستش مهراب. آقا باید مرده باشین. چرا نمرد؟ نیفتاد یه ثانیه دیر مرد. ببین 2 نفر راست 2 نفر هم چپ. اون که من زدیش؟ این نوب سگ بود. پایین اومده. مهراب رو بر فیلم داریم؟
ببین پینگه محمد بقیه چیه؟ یکی چپ 2 تا راست فقط یکی دیگه مهراب یکی راست پشت کانتین قرمزه محمد یکی روبرو ته سوله یکی سمت چپ داره میادش زدم. مهراب یکی راستی عالی. یکی دیگه هم راست چپ ماشاءالله یکی دیگه چپ مهراب یا خدا راست 2 تا تو چی بیس خودشون میدونم دارم یکی دیگه پشت اون کانتینر قرمز محمد پشت اون کانتینر قرمز است 2 تا اومدن وسط 2 تا دارن میان وسط عالی من که ریدم